مرکز ذهنی ذکاوت در یک جایگی با فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفورов آزمون خاطره قوی و زودخوانی را بین طالب علمان دایر کرد. در آزمون‌های مذکور محصلین از منطقه‌های ولایت اشتراک نمودند. شرح بیشتری موضوع در گزارشی نوبتی برنامه. زهرا شاکر و خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 شهر خوجند میباشد. نامبرده در آزمون ذهنی خاطره قوی و زودخوانی از روی نومیناسیون از خود کردن کلمه‌ها اشتراک نموده مقام دوم را به دست آورده است. زهرا ضمن صحبت ابراز داشت که در آینده می‌خواهد دانش خود را در این ساحه باز هم قوی گرداند. در آینده من نقشه‌های زیاد دارم. من که خود ختم کننده مرکز ذکاوت میباشم، میخواهم که در همینجا باز اومده کار و فعالیت کنم. باید ذکر کرد که آزمون خاطره قوی و زودخوانی از روی 6 نومیناسیون از خود کردن کلمه‌ها، از خود کردن کلمه‌های خارجی، از خود کردن شعر، از خود کردن شماره‌ها، خواندن کتاب‌های مخصوص و خواندن کتاب‌های بدیهی گذرانیده شد. از روی 6 نومیناسیون این آزمون گذرانده شده است. یکم نومیناسیون از روی از خود کردن 100 کلمه، یعنی که 100 کلمه داده میشد. کلمه‌های منطقاً از یکدیگر دور هستند، آنها با ترتیب باید که آنها را از خود کنند. دومین نومیناسیون از خود کردن شماره‌ها است. شماره‌های دو عدده تا 100 شماره در دوام 25 دقیقه از خود میکنند. این هم از روی ترتیبات، اگر یک تا ترتیباتش ویران شود اگر در اونجا خطاگی حساب میشه. بعد از روی نومیناسیون از خود کردن شعرهای مثلا از 12 تا 18 خطا داده میشه. بعد از خود نومیناسیون از خود کردن کلمه‌های خارجی، مثلا متد استفاده برده میشد برای کلمه‌های هم خارجی، هم زبان‌های انگلیسی، هم زبان انگلیسی، کدام زبان که نمیشن هم متد استفاده برده میشد برای از خود کردن تمام کلمه‌های خارجی. بعد زودخوانی کتاب‌های بدیهی است. با جز زهرا شاکر و باز زیاده از 60 نفر طالب علمان مؤسسه‌های میانه و عالی از تمام منطقه‌های ولایت در آزمون خاطره قوی و زودخوانی شرکت ورزیدند. خوانندگان ما از 7 ساله آغاز میشه تا از همه کمتر تا 34 ساله هستند و بیشتر در اینجا اینکه با همون تشبث خود فاکولته پسیخولوژی و تحصیلات مکتبی تشکیل کرده شده گذرانده شده است. تمام حکما این استادان فاکولته پسیخولوژی و تحصیلات مکتبی به حساب میاد. اسمت الله نارف اشتراکچی دیگری آزمون خاطره قوی و زودخوانی می باشد. نامبرده ابراز داشت که مقصد اساسی اشتراکش در این آزمون تقویت دانش و اشغال مقام افتخاری می باشد. مقصد من از اشتراک در این آزمون از آن عبارت است که برای اشغال جای و تقویت دانش. نورعلی نورزاد دکتر علم‌های فیلولوژی ضمن صحبت ذکر کرد که گذراندن چنین آزمون‌ها برای جوانان حس کتاب دوستی و دانش آموزی را زیاد می‌نماید و آنها را برای علم و معرفت راهنمون می‌سازد. چند عمل‌های نیک و صالح هست که انسان هرگز از آنها پشیمون نمی‌شود. یکی از آنها مطالعه کتاب است. مطالعه کتاب اصلا میگن که زندگی انسان بدون کتاب مثل یک تاریکستان است. این به هوده استاد رودکی دانش هم در دل چراغ روشن است و از همه بعد برترین تو جفت نگفتند. دانش هست که وقتی که انسان کتاب میخواند، مطالعه میکند، هرگز وقت خطا نمیکند. قابل ذکر است که مقصد اساسی گذراندن آزمون خاطره قوی و زودخوانی تشکیل دادن قابلیت‌های معرفتی طالب علمان میباشد. در جنبشی آزمون همه اشتراکچیان با افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانیده شدند. گزارش دلنازه خداداد و شهباز سعیدов برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.